این داستان امروزی ما درباره یک جوانی که از نصیحت‌های پدرش دلزده است. یعنی از بسیار نصیحت کردن پدر ناراحت میشه. سوال اومد که پدرم برای من در هر یک چیزی خرد و مایده و کوچکم خردگیری میکند و من نصیحت میکند و اینا. دیگه سند سالی گذریش است. وقتی این سوال داد یک حکایه زمان شنیده بودم یادم اومد. حکایه عبارت از اون است که یک جوان مثل همین بود در سند سالی گذریش و تقریبا مکتب نو تمام کرده بود و از همین فریادایی که پدرش در خانه میکشد، نصیحت و توجیهایی که میکنه خیلی ناراحت. میگه که پدرم مثلا خانه میدرآمد وقتی میدید که برق کار میکند برای سر من داد میزد که برق اسراف نکن، برق خاموش کن. اگر میدید که من در همون جای دستفروشی هستم و آب بگه با فشار بلند بیاید بگه که آب مایده کن، آب خود کن، محکم کن که اسراف نشود. هر چی مثلا در خوردنم در همه چی ما نصیحت میکنم. یک روز برای من فرصتی پیشکش کردن یعنی که حجتای خودم برای قبول شدن در یک شرکت خیلی با ابرو مهیا شد. دیگر خود به خودم بگه درون دل خرسان بودم که دیگر از این خانه خلاص میشم و میرم دیگه شرکت کار میکنم، یک اجاره میگیرم، یک اونجا زندگی میکنم، دیگر از این داد و فغانای پدرم دیگه جانم خلاص میشه. بعد خست میگه سحر خستم، بهترین لباسم پوشیدم، لباس خوشرو زیبا. دیگر توجه کردم بس این در. همین که در نزدیک شدم یک دست میگه بالی کتفم دست گذاشته شد. کی باشد؟ من خیلی نگاه کردم که میگه پدرم است. یعنی که در تقریبا میگم بیمار بود، بستری هم بود میگه، لیکن خست اومد، چشماش زیر چشماش کبود. معلوم که دیگر بیماری او رو خیلی خسته کرده است. باز میگه به خودم گفتم که با نصیحت سر شده کن. میگه دستش کمتر پول داشت. گفت بچه‌م اینو در راحت صرف کن. رفت اومد. لیکن برای تو یک توصیه میدم. توصیه این است که همیشه به خودت باور کن. این بچه میگه من یک تبسم کردم میگه، لیکن در درون دلم میگفتم که من همین روز از شما خلاص میشم، از این نصیحتاتون دیگه من. میگه خیلی تبسم کردم برام رفتم دیگه به همین شکل. نزد شرکت رفتم میگه. وقتی که شرکت رفتم دیدم که دیگر اونجا چی گذاشتگن، خیلی استریلکا گذاشتگن که این طرف را اون طرف را، اونجایی که باید امتحان میشد و قبول میشد. دیگه درستش همون حجتش هم هست. یکم رفتم یک در برآمد، میگه در دستکش برآمده بود. من که دیگر در خانه پدرم فقط گپ میزد این کن این اون کن. دیدم فکرم زد که باید این در من اصلاح کنم. گویا که دیگر همون سایه پدرش رو در این چی داره بالاش هست. میگه رفتم در درست کردم. در اومدم که کریدورا پر از برق است که روز است. میگه شروع کردم با برقای خاموش کردن، چون که همیشه پدرم در خونه میگه برقای خاموش کن اسراف نشه. دیگر برای آدم چی شده بود؟ عادت شده بود. فکر میکنه از پدرش میگه که برق خاموش کردم. اون طرف رفتم که یک چی هست؟ حوض چی آب است. یک خرطوم اونجا چی کرده؟ لوله آب استوده است. از اونجا آب بیرون میبرد، آب ریخته است، فشارش خیلی بلند است. باز هم پدرم چه شدم اومد رفتم میگه فشارش پس کردم، نه فشارش پس نکردم، میگه اون خرطوم گرفتم و در دیگر حوض گذاشتم که اون طرف باغبان مشغول بود، یعنی شاید باغبان فراموش کرده بود تا اومدن باغبان در اینجا مثلا پشت ایستاد و این دیگر به زمین نریزن. بعد در اومدم دیدم که در همون تالاری که انسانو مثلا شنو پیشکش میکنن برای کار، یعنی یک جای کاری شاید که 100 نفر 200 نفر اونجا اومدن. دیدم که انسانو خیلی به فرهنگ دیپلم دارن، اینو شکلشون زیبا. مگر لباسایی که اونا داشتن 10 پرده لباس من قیمت تر بود. من خب به خودم گفتم نه، من با اینا نمیتونم رقابت کنم. دیگه این چی باوری به خودش از دست داد وقتی که اونو رو دید. لیکن عجیب گفت من دیگه برآمده میرم خود به خودش. لیکن میدید که هر شخصی میدارد یک دقیقه نشده میبراید، یک دقیقه نشده میبراید. من گفتم این مادامی که انسانی خیلی دیپلم دارند و خیلی لباسای برندی و فسان داره، اینو در اومدن میتونن در یک دقیقه برام رسیدن. من دیگه کجا برای من جواب است. بعد تصمیم گرفتم برام روم. همین که تصمیم برام گرفته بودم که نام من رو فریاد کردم. گفتم توکل به خدا میدارم دیگه. در اومدم که 3 نفر نشستگی است. 3 نفر نشستگی است و هر سش تبسم دارن. حیران شدم چرا تبسم دارن. یکم نفر گفت که برای من
از کی میخوای به کار شروع کنی؟ دیگر میگه همین که این سوال داد به ذهنم اون توصیه پدر اومد که گفته بود که به خود باور کن. گفتم همین که از امتحان گذشتم من دیگه آماده است. بعد دومش گفت که تو از امتحان گذشتی. گفت چه خیلی امتحان گذشتم، ولی نه سوالش داشت نه جوابش داشت نه پرسپوز شده چی. بعد سومی گفت که این امتحان ما امتحان عملی بود که کدام شخص ما این درهای شکسته رو عمدن کردیم، اون آب هم عمدن گذاشتیم، اون برقای هم عمدن گذاشتیم که ببینیم که کدام شخص برای شرکت و برای مال عام دلسوزتر است. یعنی مال شرکت مثل مال خودش احتیاط میکنه. دیدیم که یگانه نفری که همین چیزا رو اصلاح کرده اومد فقط تو هستی. برای همین تو به این وظیفه سزاوار هستی. میگه این گپ شروع کرد و من دیگه میگه به طور اتوماتیکی شروع کردم فکر کردم به پدرم. یعنی همون سخنی که به خود باور کنش، همون اون نصیحتایی که برای من کرده بود. یعنی که پدر هیچگاه بیجا برای انسان نصیحت نمیکنه. یعنی پدر ظاهرا ممکنه شخص خیلی سختگیر است، لیکن باطنا از او دیده برای فرزند دلسوزتر نیست، چه پسر باشد چه دختر باشد. میگه من از اونجا خواستم برم خانه. میگه از اونجا خواستم تیز روم پدرم دست و پاشو بوسه کنم برای اینکه من به همین شکل تربیت کرد. میگه خانه رفتم نزدیکی همون خیام کوچه‌ای که زندگی میکنم اومدم دیدم که خانه ما در و برو زیاد است. دیگه میگه به اصطلاح دست پام یخ شد دیگه، چون که او دیده بود که پدرش بیمار است. میگه همین نزدیک شدم ایناش اومد تعزیه بیان میکنه، ایناش میاد تعزیه بیان میکنه، ایناش اومد تعزیه بیان کرد. میگه من دیگه چیکار کردم نداشت. دیگه در اومدم میگه جسری دیگه بیجانی پدرم در خانه خواب دیگه است. خب خلاصه از این قصه این است که خیلی گفتیم پدر درست سختگیری میکنه، پدر درست نصیحت میکنه، لیکن اون نصیحت و سختگیری است بسیار اون تجربه‌ای که در حیات دیده است میخواد که ما با اون خطاگی که واقع شد واقع نشیم. برای اون ما رو سختگیری میکنه. یعنی کسی از پدر دیده برای فرزند دلسوزتر نیست، کسی از مادر و پدر دیده دلسوزتر برای وای نیست. برای این پسر درک کرد لیکن دیر درک کرد. برای من این پاسخی همون سوال جوانی که اینه برای ما داده.